من دختری هیروتم، اصل من از زهوتم. چون شاخه نباتم، اصل من از زهوتم. نه من دختری هیروت نیستم، دختری سلخان هستم، ولی از دهات هستم. برای همین هر زمان مرا خماری نانهای دهاتی میگیرد و از این رو هر زمان به بستانسرا اومده در همین گونه تنور نان میپزم. با ما باشد و طرز پختن نانهای سلخان را یاد گیرید. ای خاله از مزه نانای دختر تنوری ما هم تیار شد. تصفیه حالا باشد لباسهای مخصوصی جنگی را یعنی که نانپسی را میپوشد. نانا تکین میپزه دختر تمام میبره نانا تکین میپزه ای خاله از مزه نانای دخترت بمزه خاله از مزه نانای دخترت بمزه دختر تمام میبره نانا تکین میپزه دختر تمام میبره نانا تکین میپزه مامان نانهای ما قریب که سرخ شده ایستاده است. عیب نمیکنید بعضیش به هم دیگر چسبید. اینجا یک یاردمچی دارم منظور بانو. مانا تنورمون رو موقتا محکم کرده موندیم برای اون که نانها سوپ سرخکک پزد و اینجا آماده هستیم که آنها رو قبول کنیم. برای نانهای پختگی رو کندن باشد ما چنگک داریم مخصوص. مانا منظورم بتید کنی مانا ما این گونه چنگک ها داریم. با این میکنیم با چنگک میداریم حاضر نمایش میدهیم. اوه یک بلا کرده ما 4 تا نان رو کندیم. براستی در نامگذاری این نان کمی خطا کردم. این نان نیست، این یک نمود فطیر سرخانه است که با روغن دنبه گوسفند آماده کردیم. برای همین پختنش کمی دشوار شد، لیکن به فکرم چندان بد نیامد. مانا باقی مونده نانهای ما هم فطیرچه های ما هم آماده شد. حاضر حرکت میکنیم در یک جایگی با همراهی منظور خان کنیم. منظور بیایید. مانا دوستانی عزیز فطیرچه های ما تیار شد. شما حیران نشوید که چرا اینقدر نانهای تنک و باریک پخته است. از سبب آن که جیانهایم و اهل آیرم نانی همین گونه باریک و تنک را ناز میبینند. من همین گونه پختم. شما میتوانید غصب در کرده پسید. مرحمت بیایید یک جای فطیر خوری میکنیم.